تمام تلاشتون رو بکنید که ثروتمند شید. نه چون پول خوشبختی میاره، نه، چون فقیر بودن آزادی رو ازت میگیره. این جمله معروف پول چرک کف دسته رو از بچگی تو گوش ما خوندن که چی؟ که دنبال پول زیاد نباشیم. چرا؟ چون پول قدرت میاره و جامعه قدرتمند رو سخت میشه کنترل کرد. چون وقتی شکم گشنه و جامعه فقیر باشه خیلی راحت میشه تحت کنترلش گرفت. جامعه فقیر حتی خدا رو هم بنده نیست، از صبح تا شب داره برای بقا میجنگه و تا وقتی که داره برای بقا میجنگه برای معنا زندگی نمیکنه. شما فقط یه سریال یا فیلم ایرانی رو نام ببرید که توش آدم پول داره آدم خوبی باشه، مثلا دوست، کلاهبردار، آقازاده یا چه میدونم اختلاسگر نباشه. نیست، چون اینا همش از قبل برنامه ریزی شده است. از بچگی اینو توی ذهن ما کاشتن که اگر دنبال پول بری آدم بده ای و اگر فقیر و ساده باشی آدم خوبه ای. اون وقت چی شد؟ یه ملت قانع با آرزوهای کوچیک و ذهنی که از ثروت سازی میترسه. بیدار شید، چون جامعه خرافاتی و ترس زده رو پول نجات نمیده، آگاهی نجات میده. آگاهی.